بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ابن ماجه رحمت الله علیه در سنن خود ذکر می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه را دید که در حالت وضو از آب زیاد استفاده می کند. برایش فرمود: ما هذا السرف یا سعد، این چه اسرافه؟ یعنی آب زیاد استفاده میکنی یا سعد؟ سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه برایش فرمود: افی الوضوء سرف؟ یا رسول الله، آیا در وضو کردن هم اسراف است؟ و در روایتی: یا رسول الله افی الوضوء سرف، آیا در وضو کردن اسراف هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش فرمود: نعم، بله، ولو كنت على نهر جار، اگر بر لب نهر جاری هم نشسته باشی به اندازه آب بگیر. پس بنابر این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هر خواهر مسلمان و هر برادر مسلمان در همه امور خود که از آب استفاده می کند این قاعده نبوی را فراموش نکرده و انشاءالله که مسلمان ها اولین کسانی هستند که درباره حفظ آب و مقدار آب چی در زیر زمین باشه و چی در بالای زمین باشه توصیه نبوی دارد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.